عرض ادب و احترام دارم خدمتون. سعید سکویی هستم، هموطنان بسیار نازنینم. نکته ای رو که باید با شما در میون بگذارم، از حضورتون استدعا میکنم، تمنا میکنم تلویزیون آریامهر رو همیاری کنید، با ما همگام باشید. هیچ دیدید ما در طول این چند ماه گذشته اینجا جنس بفروشیم، فرش بفروشیم، نمیدونم آگهی کنسرت های لاس وگاس رو بذاریم، این کارهای چیپ و این کارهای کاسبکاری رو بکنیم، بشینیم 2 ساعت فیلم منتظری رو بذاریم تبلیغش رو بکنیم. این کار عزیزان من، هموطنان من، این تنها سنگر ملی مردمی و مبارزاتی است. استدعا میکنم از حضورتون با ما باشید، ما رو همیار باشید، همگام باشید. از چند ساعت دیگه ما صدامون روی 2 تا تلستار به درون ایران میره، چون از پریروز صدای ما رو زدن. ما این بار روی 2 ستلایت یوتلسات W2M و تلستار 12 خواهیم رفت. از اونجایی که روی W200 سازمان مجاهدین خلق تلویزیون کانال 1 و از همه مهمتر BBC برنامه داره، ما صدامون در اونجا قوی وارد ایران میشه و از طریق تلستار 12 میره. گفتم ما نداریم اون پولی رو که ما 14,000 دلار پول بخوایم بدیم تلستار 12 رو بگیریم. اگر می توانستیم در این 1-2 ماه آینده، مکسیموم 3 ماه بیشتر نیاز نداریم، این صدا و تصویر رو از طریق تلستار 12 که 13 ماه هم روش بودیم به درون ایران بفرستیم، خیلی زودتر ما به نتیجه نهایی می رسیدیم. اما فعلا همین بالانس، این کمبود ما رو بالانس کنید. تو رو به ایران سوگندتون میدم، با ما باشید. منتظری هم رفت، گرگ دیگری از گله نقاب به رخ خاک کشید. اما اثر و جای پایش در ویرانی ایران، در بدری جوانان و سوز جگر ایرانیان از داغ و درفش اسلامی که او در کنار مرشدش خمینی و آدمخواران دیگر این طایفه مرگ خو مبلغ و راهنمایش بود باقی مانده است. تفاوت تلویزیون آریامهر رو با دیگران در این گونه صحبت‌ها درک می‌کنید و در جای جای جان جوان وطن نیشتر عقب ماندگی و ویرانی تمدنی و فرهنگی و تاریخی ایران رو امثال منتظری ها فرو بردند. او با اینکه در سالهای پایانی عمرش در مقابل حکومتگران اسلامی، نه اسلام، در مقابل حکومتگران و زمامداران قرون وسطایی رژیم اسلامی ایستاد، اما نه در مقابل اسلام، اما همیشه اسلام را عزیز می‌دانست و ایران را خوار. او با اینکه در کشتار ددمنشانه خمینی در تابستان 67 زبان مخالفت باز کرد، ولی هیچگاه کشتار وحشیانه و جنایتکارانه حکومت اسلامی رو در قتل عام امیران و پایوران نظام پادشاهی، خب توجه کنید چی میگم، هیچگاه منتظری کشتار وحشیانه و جنایتکارانه حکومت جهل و جنون و خون اسلامی رو در قتل عام امیران و دولتمردان و سیاستمداران و پایوران نظام پادشاهی و پس از آن تا تابستان 67 که خود یکی از ستونهای اصلی حکومت بوده محکوم نکرد و از خانواده های داغدار و ایرانیان تا آخرین نفس زندگیش عذرخواهی نکرد. گوش کن سازگاران، نوری زاده، گنجی، میر حسین موسوی، کروبی، میر حسین بیا بگو من پشیمانم و به درگاه ملت ایران عذرخواهی میکنم برای کشتاری که در اوایل این فتنه کور کردیم و تو یکی از رهبرانش بودی. او تا آخرین لحظه زنده بودنش
هیچگاه از تلاش برای نجات همین اسلامی که در نابودی ایران و ایرانی در تمامیت تاریخی و فرهنگی و تمدنیش بسی فراتر از عمر و سعد ابن وقاص و دنباله های آنها رفت. کوشش های بیدریغ کرد بدون اینکه به ایران و سرافرازی ایران و ایرانی بیندیشد. خانم شیرین عبادی شنیدم او رو مدافع حقوق بشر و پدر مدافع بشر حقوق به اصطلاح کوروش نامیده. ای ملوک عبادی، او هیچ وقت ایران را برتر از اسلام ارزش ندانست. تفاوت من با تلویزیون امیر شجره با اون یکی تلویزیونی که تسلیت میگویند و شیون را انداختن و سازگارا و میر حسین و کروبی و اینها، بچه ها در ایران جدا، هر کاری دارن میکنن درست دارن انجام میدن و درود به شرفشون. من اپوزیسیون رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش از ثانیه صفر پیدایشش تا به امروز بودم، چپش راستش اصولگراش نمیدونم اصلاح طلبش و تمام این بی پدر و مادرهایی که خون فرزندان ما رو ریختن. منتظری هیچگاه ایران رو برتر از اسلام براش ارزشی قائل نبود و ایرانی رو شهروند ایرانی محسوب نکرد، بلکه اسلام رو برتر از ایران ارزیابی کرد و هر ایرانی رو به امت اسلامی فرو کشید و ایرانی رو به امت اسلامی فرو کشید. منتظری هیچگاه اپوزیسیون همین حکومت اسلامی رو به رسمیت نشناخت و از خودی و غیری خودی کردن ایرانیان کوتاهی نکرد. او در این پیرانه اگر در مخالفت با انتصابات برگزار شده اخیر تحرکی از خود نشان داد و دولت احمدی نژاد را فاقد مشروعیت دانست، اما هیچگاه نخواست جنبش ملی مردمی ایران را که در مقابل حکومت اسلامی ایستاده بودند در کنار آنها بایستد، بلکه میخواست همین جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر همچون موسوی و کروبی و رفسنجانی و خامنه‌ای بماند، البته بدون خامنه‌ای و احمدی نژاد. او هیچگاه به سبزی و خرمی پرچم شیر خورشید نشان ایران اعتقاد نداشت و اگر از جنبش ملی مردمی ایران حمایت کرد تا حدودی، نه آن سبزی و شادابی و خرمی پرچم ایران و سبزی پرنشاط ایرانی، بلکه از کسانی حمایت میکرد که 1400 و اندی سال در مزرعه سرسبز ایران انگلوار فرود آمده و تمامیت تاریخی و فرهنگی و هنری و تمدنی ایران رو کدر کرده بودند. رنگ سبز منتظری، رنگ سبزی که منتظری از او در اواخر حمایت میکرد، از جنس شال سبز سیدی و اسلام اون از نوع شیعه اثناعشری بود. همان سبزی که موسوی و کروبی و خاتمی و رفسنجانی و سازگاراب و نوریزاده و مخمل باف و اکبر گنجی و دیگران از آن حمایت میکنند. یعنی این رژیم را قسمتی از بدنش رو نگه داشتن. آنها یعنی منتظری و امثال او رنگ سبزی را از حمایت می کردند که از نوع شیعه اثناعشری بود که ریشه در چاه جمکران داشت که با خرمی و جوانی پرنشاط سبز ایرانی بیگانه بود. او هیچگاه زن را در برابر مرد ارزیابی نکرد، حتی در آخرین روزهای زندگیش، و بر علیه حجاب ذلیل کننده زن حمله نبرد و چند زنی را ممنوع اعلام نکرد. او بیش از این که ایرانی باشد اسلامی بود و اعیاد و جشن و سرور ایرانی رو خار می شمارد و برعکس از عاشقان عذاب و ناله و خاری و بدبختی مردم بود تا با بیگانه کردن مردم ایران از تاریخ و فرهنگ و تمدنشون اونها رو در جهالت نگه داره و بتونه چون همه آخوندهای انگلوار از خون و سفره آنان نان به نرخ روزخواران بیمایگان و جاهلان ارتزاق کنه.
منتظری اگر میخواهید واقعیت و حقیقت محضش را بدانید، هیچگاه مرشد خودش خمینی را محکوم نکرد. منتظری هم نمی کند، کروبی هم نمی کند، رفسنجانی هم نمی کند، سازگارا هم نمی کند، اکبر گنجی هم نمی کند، نوریزاده هم نمی کند و تا آخر عمر او را امام خطاب کرد و از انقلابش که این همه کشتار و بیرحمی و عذاب و نیستی و فساد و فحشا و اعتیاد در تمامیت ایران رواج داده بود دفاع کرد و دفاع می کرد. منتظری هیچگاه بر زبان نیاورد که دین باید از حکومت جدا باشد، بلکه همواره میکوشید همین حکومت را بدون خامنه‌ای و احمدی نژاد نگه دارد.